این همه لدین بدون امور این جهان لنگ شده نه بین زمین و آسمان جنگ شده نه کوه شده آب و نه دریا شده خشک اما دل من برای تو تنگ شده دلم برای نرگس تنگ شده بود دلم برای بختیار تنگ شده بود دیر باز ندیدم نرگس از امریکا آمد من و بختیار در یک شهر زندگی میکنیم ولی چون میگویند یک مقاله هست همسایه و خانه هم را ندیده ایم مدت دراز تو آمدن نرگس ما هم دیگر رو ندیدیم همین نرگس از امریکا آمد و باز ما رو سرجم کرد سلام شما رو به نرگس و بختیار میرسونم میشه که ما سلامی خودمون با سرود آغاز کنیم چشم هر نفس هم نفس ای الله با منی هر نفس هم نفس هم چجان ترتنی هر نفس هم نفس ای الله با منی هر نفس هم نفس هم چجان ترتنی چون عشق که واقعا حقیقی است این عشق نسبت خدا جان است با فکر شخصی من و اینکه معنی حیاتم همین است و شکر خدا جان میگویم که معنی حیات دوستای منم همین است عشق و نسبت خدا جان سپاس میگویم به نرگس و بختیار جان تشکر که اومدید سلامی همه بیننده ها رو به شما میرسونم سلامت باشین بار دیگر هم سلام خود رو به تمام برنامه نگفتگو به تمام مخلصان عزیز به تمام این که برنامه ما رو تماشا میکنن به کل نفرات بار دیگر سلام خود رو میرسونم بختیار جان اکنون خود رو در برنامه با معنی گرفته نشینید و شوخی هایی که در داخل سالن ماشین میکنید اینجا هم بکنید آزاد باشید و اولا میپرسم که تندرستی هایت تندرستی نازای در برنامه پیشین گفته بودیم که باید زن بگیری چی شد زنگیری کمی خیلی با که جان چی شد انا کاریر دوام بتای میخواد دیگه بعد خب ما همچنانه که استاد شعراش دوست می‌دارن کسبش دوست می‌دارم من بدون فدایی است استادی ما فنت است در کار خودش همچنان ما دوست می‌دارم شعرهای استاد رنگ خودش و استاد یعنی من و استاد یعنی اینا my idol my icon that's everything that's in my life vale idol ما کمی گپ زنم با اسپانیدا حالا سیلی پیتو کلا دیگه فرتا دیگه من porque pago de de la rumba که اردو جان نمیدونم ما که اردو تعریف کردم همچون استاد همچون یک روباریمو شما اسپانیا رفتید اسپانیا نه استرالیا رفتم اما این سال که حرکت میکنیم که باید اردو داشتید بروید اسپانیا انسان رو ببینید تا هنوز همین آرزو است اگر این دو آرزو رو در ترازو بمانند و بر بکشند یک آرزوی زنگیری یک آرزوی رفته و دیدنی همان استادی پاکودلوسیا روز شب بگم که روز جان انا من آرزوی ما می‌دیرم نمیاد که ما که عمیق اینترنت ببینم کپاشون خدمت میکنم کمی یاد میگیرم چه خیلی که زبان روسا ما در کلمه‌ام استفاده می‌بریم ما ویدیو رو کوام خیلی می‌بینیم مثلا من میخوام که یک بار موزه همون گیتاریست سر زنگیری رو یک طرف می‌مونه طرف عجب من نمیدونم اگر از این پرسش رو من در بین این جوان‌هایی که در پشت دستگاه نواربرداری نشستند بدهم از قبیل داوود و هدیت الله و دیگر بچه‌ها فکر میکنم که اول زنگیری رو اینها انتخاب میکنن مسلم است ولی این است عشق به هنر دلبستگی به صنعت همین است یعنی فدایی راهی هنر بودن همین است من دیگر حرف ندارم در رابطه با این حرفای شما من میخوام بگم که خب یک روز هم گفتم تا نه همین اکه ارزو رو همه اکه ارزو برادرم ارزو استاد ارزو میگه یک روز گفتم بختیار جان طرف اکه ارزو گفتم اکه ارزو ما همین
خطا چی نام کنم برای که استادم بالای اکه ارزو هم میگه من نمیخوام رنگی هم باشم چی نام کنم من نمیدونم همه قدر ما دوست میدارم اکه ارزو را و همچنین بختیار جان چون به نظر من که این دختر در نوبت اول باید عاشقی هنر باشد واقعا این ساز موسیقی باشد 100% عاشقی صنعت والای بختیار باشد که دل ظریف و زیبا و زلال او را حفظ کرده تواند حمایت کرده هم دل بوده تواند بودی و اگر دختری که موسیقی رو دوست نمی‌دارد و نمی‌پسندد من خیال میکنم که دل بختیار رو نیز به دست آورده نمی‌تواند با امیدی نشستن در ضیافت توی بله با امیدی رقص باور میکنم که روزانه چرا نمیفورم پینهون کنم چیزی هست روی شاد میخوام بگم همه بدونن قریب یک تقریبا چند قبل پیش یک مدت پیش بود که یک نفر رو خدیگه زده بودم خیلی برای گرفتن پیش ما هم خیلی چی مقصد گذاشت که چی بات بیسو زنگ نمیزنی گپ نمیزنی خیلی گپ میزنم مقصد وقت بیسو در موسیقیه من پیش کامپیوتر کار میکنم هم میدونم کاری مرا میگه یا که گیتار مون یا که مقصد مرا وی بود که گیتار همین خیلی شرط گذاشت همین خیلی بعد همین خیلی مدار قطعی شرط گذاشت یا طرف کردیم چی گفت شرطش یا گیتار یا که هم یه صنعت یا ما گفت مثلا چی میکنیم ما در شرط سخت خیلی خیلی آخر این دخترهایی که چنین شرط میگذارید این رو باید بدونید که با گذاشتن این شرط شما دلی هنرمند رو میشکنید و دل شکستن کاری ثواب نیست در دنیا همه کار رو میکنید بکنید ولی دل رو نشکنید زیرا شکستن دل مجازات دارد شکستن دل کیفر دارد و خیلی رنج های دارد پشتش و همین خاطر هیچ دلی رو نشکنید و بختیار رو با همین گیتاری دستش دوست بدارید با دل زیبایش با هنری که در ضمیر او است دوست بدارید مطمئنم که یافت می شود پروا نکنید یافت می شود 100 در بسته باشد یک در گشوده است نرگس از امریکا خوش آمدید سپاس چی حال و هوا دارید شکر خدا جان ما یک گپ دوست می‌دارم در حیات برادرتون در امریکا چی حال داره بله خیلی خوب ما من یک گپ دوست می‌دارم استاد در حیات خیال میکنم کلیدی همه خوشبختی زندگی همین از شکر خدا جان گفتن برادر نرگس سالیان سال است که در امریکاست دیر می آید به تاجیکستان حدودی زیاده از 20 سال است که در امریکاست به فکرم با خانومش با فرزندانش اونجا زندگی میکنند ولی امسال آمد من از یک چیز در حیرت افتادم که برادر نرگس تصمیم گرفت نواختن دوتار سازی ملی رو یاد بگیرد با همین سوال نرگس به من مراجعت کرد که در کجا میتوانیم بیاموزیم من استاد زبردست عبدالرحمن مدخالف رو توصیه دادم و بالاخره کار تا حد رسید که در مدت یک هفته یا زیادتر برادر نرگس که از امریکا آمد کلا امریکایی شده است نواختن دوتا رو یاد گرفت چون ما وای بر من که در اینجا هم نمیتونم نه ما چون ما همین خیلی با فکرم من نمیتونم ایتانی کم گپ زنم اجای کم نکی من فکر میکنم همین تاجیک بودن خدا و حرمتی عادت رسم و رسوم تاجیکی را و نواختن اسباب‌های ملی را همچنان اینم در همون داخل دارد البته بله من سپاس میگویم با استاد عبدالرحمن و سپاس به شما که بهترین شخص پیشنهاد کردین خب بهترین ها میجویند خب و بهترین ها رو پیشنهاد میکنن مسلم است نه بله برای همین بله من سپاس میگویم از این واقعا فرصت خوب استفاده برده خیلی خوب ما میخوایم که در کجای دنیا نباشیم همین رعایت کنیم هم با این ارج بگذاریم همچنان که منم این توقی سرم پیش از دوره‌های شوروی است من اینا کوفته این استاد بله جعفر جلال میگن انتیکواریت انتیقه پرچه قدیمی انتیقه بله من این رمز آن است که من تاجیک بودن من میخوام که با فخر
بدن یعنی نشان که بدیم. نشان بدیم. بله افتخار میکنم از وطنی خود، از تاجیک بدنی خود. و من میخوام که شما از امریکا و از برادری من یاد کردید، من میخوام از مادر و پدری امریکایی خود یاد کنم. بله مخلصای اشدی استاد و مخلصای اشدی بختیار هستن اینا. بله من میخوام از اینجا با اونا سلام بفرستم و اظهاری محبت و مهری خود را نسبت آنها یعنی که ابراز بدارم. تمارا جان، اکای بریز، سپاس خدا جان را که شما را همچون فرشته ها در زندگی ما آورد. بختیار جان، سفرها چگونه گذشتن؟ شنیدم که با مملکت های مشرق رفتید، از اونجا به مغرب رفتید، راه ها رو طی کردید، مملکت ها رو دیدید، شهرها رو دیدید. زور بوده. کجا رفتید؟ کجا رفتید؟ چرا رفتید؟ با کی رفتید؟ چی کار کردید؟ خیر، اولین کنسرت در ملبورن شده بود، در استرالیا. شهرهایی که دارد که همش با سامالیات میره، جایی که از دورتر است بسیار. قریب 17 ساعت پریدم، خیلی بسیار به حال بودم. خیلی خستم که امجد استاد داوود سرخوش است، یک بسیار آوازخوانی خوب است. قطعا ما همکاری کردیم، بعدش یک هفته قریب مشق کردیم، تیاری دیدیم. بعد از اونجا کنسرت در ملبورن گذروندیم با سیدنی. اما داوود سرخوش بود. بعد از داوود سرخوش کنسرت گذروندیم، خلاص کردیم. بعد از اونجا اما استاد فرودارا دیده بودن، اینا بعد کانادا میپریدیم که کمتر، اما با فکرم گفتن که استاد فرودارا کسال شدن، سلامتش خوب نبود. گفتم کنسرت برهم شد. از اونجا که آمدم بعد اما ملبورن رفتم، سیدنی رفتم، با چی رفتم، با هم شهرهای استرالیا را گشتیم، 5 شهر: ملبورن، سیدنی، با نوآ زلندیا. همین چیش هم 5 جا را که گشتیم. همجا تورنی کنسرت بود. کنسرت گذروندیم، آمدیم. اینا ویزا ما که کردم بعد میپردیم. همین آخرا اول همین توشکان آمده بودم، بعد از همین توشکان که دیده بودن اونها همش بعد دعوت کردن. فهمیدند که اون تنظیمگری موسیقی های تاپ شما یا تا حال نمیدونم. راست دیگه خوبتر شد، انیقترش که کیروز جان برنامه‌ای که از خودم بود، از اونجا همش دیدم. همش دیدم. فرانکی خیلی بسیار چانالی باز میمونم کیروز جان اگر که باشه، اما وایساشون میمونم که چی گفتن. بسیار شما را تعریف کردن که همین چیزا حقیقت نشون دادن، برآوردن. اونا خودشون بچه‌ش بود جدی‌تر شده همین چیز. هنر رو باید اعتراف کرد، هنرمند رو باید اعتراف کرد. اعتراف کردن هنر نیست، خود هنر است. هستند انسان‌هایی که می‌بینند هنر رو با چشم سری خود، با گوش خود، با عقل خود، با شعور خود درک میکنند، می‌بینند، گوش میکنند، کیف میکنند، بهره میبردند، اما اعتراف نمیکنند. این هست. ولی خوش به حال انسانه که همه بخل و حسد را یک طرف میپرتاید، بخل و حسد را در داخل خود مغلوب میکند و برای هنرمند کف میکوبد، از ته دل و احسن میخواند. اگر ما هنرمند را دستگیری کرده نمیتوانیم، با او هم دست بوده نمیتوانیم، لااقل باید اعترافش کنیم و بگوییم براو، آفرین، احسن. برای براو، آفرین و احسن هیچ کس ما رو به محکمه یا زندان نمیکشد و جسارت و شجاعت باید پیدا کنیم که هنر رو باید اعتراف نماییم. خلاصه در مسئله اعتراف هنر نیز همین رو میگویم که نرگس جون با چندین سرگرده های ما تا هنوز گاهی در شکل آنلاین، گاهی وقتی که به تاجیکستان میآید از پیش چشم به چشم نشسته کار میکنیم، اما آهنگهایش خیلی ماندگارند. من خودم مخلصی نرگس همین رو میدونه. چند سال پیش یک اولین روزهای آشنایی ما بود. بله. من نرگس رو در سر یکی از خیابان‌های مرکزی شهر دوشنبه دیدم که با همکارانش میرفت. پیش روش رو گرفتم و گفتم که من مخلصتم. این اولین قدم با همون سرود هم خوندن، کم ترک خوندن. برفته تا به طاقت عشق ریزم، بسوزم همچه آتش. بله. نرگس شنیدم که
آهنگ دلاور ظهوریان است. بله آهنگ شد روان دلاور ظهوریان است. باید بگیم آهنگشان روحشان شاد بود. بله. نرگس دلاور ظهوریان رو یاد کردید. میخوام راجع به دلاور حرف بزنید که چی نقش داشت در ایجادات شما؟ خب اگر اون بار یاد نکردم با فکرم مخلصای دلاور ظهوریان اون بار نگفته ها 5 سال پیش در این باره با فکرم بسیار پرسیدن شما رو هم نه؟ بله چون نقش داشت البته استاد برای بسیار هنرمندان نقش داشتن نه تنها برای منم البته ما همکاری داشتیم با استاد دلاور ظهوریان 2 ترانه با هم خواندیم یکی از همینه که شما مخلصش هستیم بله دیگریش نه 3 سرود حتی باز یک سرود دیگر هم هست که مردم شاید فراموش کرده باشن یاد تو بیاد آمد یاد تو بداد آمد با سراج‌الدین هم با منیژان با بسیار همکاری داشتن منم از جمله همونا نمیدونم برای چی میگفتن که شاگردی از هم از صادقم تو هستی اما نقش استادی با من نه تنها استاد دلاور ظهوریان بلکه دیگر هم استاد فرهاد یادینه هم داشتن استاد از فرهاد یادینه چیزی خونده؟ نه من از فرهاد یادینه هیچی نخوندم اما من همچون استاد اونا رو هم حرمت میکنم البته ما عموما یعنی که همین استادایی که هستن در صنعت همه حرمت میکنم نرگس من یک رفیق دارم شهرت بله در تلویزیون زمانی با هم کار کردیم تو هنوز همکاری داریم شهرت با من گفت که نرگس اقتصاد شناس است در یک مدرسه با هم تحصیل میکردید و یادآوری میکرد از آن روزهای دانشجویی شما رشته اقتصاد رو ختم کردید اما اومدید به میدان هنر یادم هست آزمون آوازخوانان عصری نو بله که با شهامت روی صحنه رو بگوید تسخیر کردید قالب ها رو شکستید من در حیرت افتاده بودم که این دختر از کجاست این کیست این چیست این چگونه آمد با این همه قالب شکنی ها چرا پس اقتصاد رو نمیدونم یک کسبی که با این کسب شما هیچ رابطه نداره بله بسیاری ها از زندگی برعکس دلمانده میشوند زندگی عائلوی برای صنعت میروند ما برعکس این خشت که من همین که در زندگی من رخ داد یعنی که من در فاتحه دیگر یک پسری بودم که خیلی مرا دوست می داشت و من میخوام که خوشبخت باشد در زندگی الان و صاحب زن و فرزند است و با خوشبختی میخوام البته رسم فرستاد به من حالا ما همچون دوست هستیم گفته این نرگس جانی من گفتم چه نرگس جانی من نفهمیدم دخترک 7 ساله بود آغوش در آغوش پدر گفت این من نامی دختر من نرگس موندم هرچند که همسرش میدانستند که ما در فاتحه بودیم وقتی که ما در فاتحه هم دیگر بودیم یعنی که ما وقتی که باید علاقه توی میشدیم اون بچه را زندانی میکنن با اشتباه زندان میافتد با جرمی که یا اوباشی بود ولی باید برادرش را پشت زندان میکردن برادرش در تاجیکستان نبود و ما خزان رضا دوست میدارم خیلی زیاد شکر خدا جان از اون دوست پسرت یاد کردی این بله همون عشق شاید باشه بله خزان رض همون است دلی او چنان است بله همون احساس شاید مرا آهنگ ساز کرد شاید همون احساس مرا با جاده موسیقی آورد و بعدی همون ما نمیتونستم 15 سال کامل پشتی 7 سال میله‌های زندان 7 سال ششت 7 سال بعد از 7 سال بیرون شد بله بعد 7 سال بیرون شد اون وقتی که بیرون شد علاقه باید دیگر کسا باید چی میکرد برای که چرا چون برای که وای علاقه قبول نکردن که من در راه صنعت بله و قبول نکردن و خودشم قبول نکرد اهل خانواده ما فکر میکنم که بسیارتر اهل خانواده‌اش نفهمیدن حالت ما را و
به هر صورت من خوشبختی میخوامش و همون چنم خوشبختیش میخواستم که همچنان شد. اما چون در تلویزیون شما میدونید از این چیز بسیار خوب آگاه هستین، برای من همیشه بسته بود. من هیچ یادم نمیموندن، من همه وقت پشتی در بودم. هرچند که من دانشکده صنعتم تمام کردم، هرچند که من همیشه زنده میخواستم بخونم و بسیار جسورم بودم، میتونستم همه جا جواب بدم. خب میدونید شما اما راهم نمی شاید همین جسور بودنی من، شاید ای حدی بعد غیر مقرری بودنی من برای چی گفتم که اعتراف کردن هنر نیست، هنر است. کم کسانی هستند که هنر رو اعتراف میکنن. چون اگر بر روزگار بختیار جان هم نظر بیافکنیم میبینیم که در چند آزمون ها سرکوب شد، ناکامش کردند، دلش رو شکستند، ولی با این همه حرف مزخرف باور نکرد و برای خودش پیش رفت. عین خودت نرگس، یعنی کسی اگر اعترافت نکرد اثبات کردی. ترانه هایت را آوازخوان های توپ تاجیکستان گرفتند، ویردی زبان همگان شدن ترانه ها، هنری آهنگسازی از ویردی زبان همگان شد. ولی میگویه که دروازه های تلویزیون همیشه برای من بسته بود. نه، خیال میکنم اینطور نبود. من در یک برنامه در تلویزیون سفینه در یک شو برنامه من شما رو دیده بودم. سپاس که از این برنامه یاد کرده اید. یگانه در تلویزیون اونجا برای من کشاده شد چون هدف این بود که مرا سنگسار بکنن. هدف این بود. این برنامه را تا حالی من خب من بسیار دوست نمیدارم خود نمایش دیره، اما حس میکنن و میشناسن و دوست میدارن اونایی که مرا یاد دارن. خب همون برنامه را یاد دارن که ولعنت میخوانند این برنامه چه خیلی برنامه بود، برای چی طور خیلی کردن در سفینه. چیکار کردن؟ طلبشا و یک ژورنالیست دیگر است سفینه ده دختر. بله من میدونستم که شما این سوال میتین که مگرم شما آرزوی سانه باشه. تخمینه تاج‌الدین با استاد دلاور زهریان بودم در اونجا. استاد میدونستن که من بسیار من تعریفی بسیار میکردن. استاد من ارزنده هم نبودم به این قدر، نمیدونم بهای بلند میدادم با صدای من. گفت بخیر گپ زنیشم بخیر نرگس بخون، زنده بخون ببینن. گفت که حالی یک دقیقه میخونه زنده طلب شو، از یک دو سوالش بتیم اول. بعد سوال دادن گرفتم با من. بعد دختر گفت که شما نمیشین، شما هیچ کس نمیشین، شما حافظه هم نمیشین، شما این نمیشین، شما اون نمیشین، شما این خیلی شما. من حیرت شدم برای چی؟ اما همونجا من اثبات کردم. گفتم من استاد اثبات کردن انیقترش گفتن که خیز زنده بخون. بعد که من خوندم من میبینم همون تماشابینا آهسته با فکرم گفتن که قرصک نزنین. آهسته خیلی 2 تا شد، 3 تا شد، 4 تا شد. بعدا همه شاخه قرصک زدن. بعدا گفتن که طرفی طلبشو یکی از همون تماشابینایی که ششتگی بود گفت همین سرودی اشکی مرا مریضان همین نمیخونه همین دخترک. من مخلصی ایم گفت. دیگه بعدا همش ما مخلص هم بخیر. سرود یک سرود بود اشکی مرا مریضان. خب همونا بسیار شنونده داشت. خوب احساسی بودم، حالی که من فقط برای خدا جان گریه میتونم بکنم از مهری خدا جان. اما او وقت من جوانی بعد بودم، خب فکر میکنم اما همون احساسی که چی با بی‌عدالتی یک باره که من راه دادن همونم هم خیر شد. و بعد از استاد دوران دیدم گفتم استاد دوران استاد است. خب نباشم ما جوانادا باید مزور شوم و حاضر فکر میکنم که ما اثبات کردم. بله شورا شیرین خدا بتا جزاتا دل دادن و پای کشیدنی ناجاتا ای دل فروشم مردی توشم ای آفتابم بی تو خموشم میبر عقل هوشم شمال بو نگوشم سکیه رو میکشم دل من
پس بیاید یک ترانه میخونیم. همه رو به شور آوردم و اکنون ترانه میخوام. بله جانی گپا گفته، جانی گپا گفته شما. خب میخوام یکم سرودی ملی تاجیکی خودمونه آهنگ خودم باشه. بله بچینم خوشه خوشه انگارکای خوش روشه، بچینم خوشه خوشه انگارکای خوش روشه، برام با پیش یارم تا که ببینم روشه، برام با پیش یارم تا که ببینم روشه. این سرود رو سراینده جوان و خوش صدا کامیلا، خیلی زیبا سرود. آهنگش مال نرگس است. نه تنها کامیلا بلکه خیلی ها از آهنگ های نرگس استفاده کردن. عاشقانه عاشقانه عاشق تنها میشم، قطره قطره از تو میرم عاقبت دریا میشم. عاشقانه عاشقانه میروم بی ماجرا، تو همان اندازه دوره که نمیابی مرا. لا 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 این ترانه رو یک حافظه‌ای که هنوز قدم‌های اولینشه میمونه به صحنه دلنازبانو است. امیدوارم که موفق خواهد شد با این ترانه. البته من فکر میکنم که این آهنگایی که من میسازم اینا همش یعنی که فقط قدم‌هایی است که حالی من فکر میکنم من هیچی آهنگ نکردم در مقایسه با آهنگای ظفر نوزیم استاد بزرگوار، در مقایسه با آهنگای احمد ظاهر گوگوش. بله در مقایسه با این آهنگا و با این ما هیچی. میخوام یک کاری اکسکلوزیو بکنم. بله من بارها شنیدم از دوستان که بختیار در تنهایی در استودیو گاهی آوازخوانی میکند. بله کم چی می شود که اگر حضور این بختیار آوازش رو اولین بار در برنامه نو گفته برآرد، از درون بیرون برآرد، همون چیزی رو که در درون محکم است ما باز کنیم بیرون برآید و همون اکسکلوزیوی گفتگی من همین می شود که با همون نوازش های اجایی بهش که بله واو پره از ترانه های احمد ظاهر است. من نمیدونم از ترانه های پسندیده خودتون است، از گوشی از چیزی یگون از ترانه های خیلی دوست می‌دارید و دلتون نشسته است همون ترانه رو یک زمزمه کنید. باران شب در کوچه ها تا صبح نم میزند، تا صبح نم میزند، روی برو همچون با روی دلم غم میزند، روی دلم غم میزند. با چک چک و بانم نمو با ریز ریز نارخیز، با چک چک و بانم نمو با ریز ریز نارخیز، هر لحظه با سوزی دیگر عمری مرا کم میزند. نقشی پری درنگم در دست زندگانی، چیز نمانده بر جا از حسن نوجوانی. نه پای راه رفتن، نه میل حرف گفتن،
مرد نافتاده ای کاش در بند ناتوانی الله تو مهربان. بله 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 زیاد معقول بود خیلی خدم ناخته بودمش ولی من بگم استورا شب ارزو ولا دعوت بگم اینجا کلمه شما خیلی نگوگنه چی اوکی ای آهنگا کیف از جون با یک نفر انا خیلی تبریک توفا کردم بله من را ارانج کردم همشه با اون نفر خیلی معقول شدم فهمیدم که از دیگر نفر بوده اون نفر کی است و نفر دیگر کی است میشه من بحثی ما خاموش دیگه که این آهنگ که ما کردم ما در اجازه بود که من را بخوانم دیدم که اونا برآوردن با خیلی من خواندم مثلا اکا یعقوب جان روزیف اگر بدونین همون نفر یعقوب روزیف اما از روی اون همکاری شما باید کی میخوان اولا انا استاد شریفی میخوند بین یعقوب و عزت شریفی این آهنگ الکای فیصلی ما برای ما داد برای ما داد که امیرا بگی با همین چیزی که خودم معقول هم استایل خود که این آهنگ کردم که آهنگ همه آهنگ خوب برآمد ما کردیم بعد میبرم شما برای عزت شریفی کردید بله بین عزت شریفی و یعقوب ماجرا شد ماجرا نشد اکایزاد که فهمید که این آهنگ پیش از اکایزاد برای اونا داده بودن نخوندن فیضلی عمر داده است بله ولی فیضلی عمر باز تکرار با عزت شریفی بله همین خدمت توفاکی امیرا بخون ما که تیار کردیم که اونا گفتن که بستنی ما گرفتیم این آهنگ و ما استودن دیگه من فیضلی عمر رو دعوت کردم عزت شریفی رو دعوت کردم در بچه‌های دیگه نه چیزی هست ما حقیقت میگم برای که چیزی که من آوردم که همین آهنگ من که همش جمع خوشی میخوام که یگان ترانه جذاب ولی تاجیکو نباشد میخوام یک ترانه باشد که حال و هوای تاجیکی داشته باشد یک نرمنده است برای یک نرمنده است که اون کسا ما با شرافت روحشون شاد بوده دلواری زوریان و یا از ملک دغره هستند شما یک روز شیشتیم گفتن که ما همون دم میخوام نگفته ها کنم یادتون باشه بله همون کسا ستار هندیسکی ستار هندیسکی بله خیلی جاذبه دارد خیلی جاذبه دارد من دوست دارم که همین خیلی آدمای غیر مقرری آدمایی که غیر عادی هستن به هم مانند نیستن و دوست دارم همین خیلی ترانه ها را و گفتم استاد شاید از شما خواهش کنم من برنامه اگر زود به امریکا نروید نرگس میرویم به سراغ ستار میرویم وعده میتین بله خب شما با وعده وفادار هستین همیشه من همون با واسطه استاد شناس شدیم با همون بسیار سراینده خوب خوش‌آواز میخوام همون سرودی همون همچون اصلا فکر کنم این ترانه ستار هندی نیست این ترانه رو قبل از ستار نیست شاید خلقی باشه سراینده های سالمند میخوندن نه این آهنگسازش مقرر است شعرش نیست فکر کنم مالی کدام شاعری است اما نمیدونم شرمندم که نمیدونم به هر صورت ترانه خیال میکنم خلقی است چون این شیرینی را فقط خلق دادن میتونه ولی بسیار سرود شوخ است نه بله بلب خندیدنات دلو را بردنات با یک نگاه سوزاندنات این رو همه میدونم اکنون نرگس جون مرحمت پیشکش کنید با آهنگش بله لا 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 بلب خندیدنات دلک ما بردنات با یک نگاه سوزاندنات بلب خندیدنات دلک ما بردنات با یک نگاه سوزاندنات میدونی عاشقت هستم مگرزی ای منی زار میدونی عاشقت هستم مگرزی ای منی زار لا لا لا
با لبخند تنها دلک ما بردن با یک نگاه سوزاندن چه بنالم مز تقدیر که ترا مهر با منه چه بنالم مز تقدیر که ترا مهر با منه با لبخند تنها دلک ما بردن با یک نگاه سوزاندن. این برنامه فقط به خاطر فراغت شما بود، به خاطر بزرگی نام شما بود که با ما رفیقت هم نفست برنامه ها رو دنبال میکنید. من ممنونم از شما، ممنونم. ما ممنونم از شما. بله، همه این زحمات و همه این گیرودار و چسب و تلاش ما به خاطر شما است. اگر شما پسند نکنید برنامه های ما رو، چی لازم اینه؟ همه تکاپو و دویدن ها و ترانه‌خوانی های ما. من از همه شما ممنونم. برنامه ها رو تماشا کنید، کیف کنید و همیشه حال و هوای خوش داشته باشید. خیلی